دادگاه ناحیه جبار رسولوف مالک فرمه خوکپروری را در دهمای کنار شهر خوجند به افلاس یا آلوده کردن آب گناهکار دانست. یک کارمند مسئول دادگاه ولایت سوخت با تصدیق این خبر گفت که دادگاه او را بر اساس ماده 226 قسم 1 کادکس جنایی مجرم شناخته نسبتش جزا در نمود کارهای اصلاحی به مدت 1 سال و 6 ماه تعیین کرد. نسیم دوستماتوف همچنین موظف شده است که تا ادای مهلت جزا هر ماه 20% مزد معاشش را به دولت پرداخت میکند. این خوکپرور بعد آشنایی با تعیینات سعودی گفت که از حکم دادگاه راضی است ولی کارش از ناعلاجی است. تقریبا یک ماه پیش در نشست خبری دادستانی ولایت سوخت درباره باز شدن پرونده اطلاع داده بود. فرم یا جای پرورش خوک‌ها در دهه دهمای ناحیه جبار رسولوف در نزدیکی دریای سیر جایگیر است. در یک طرف آن زمین‌های کشت است و در پهلوی دیگرش مردم زندگی دارند. بعضی از ساکنان گفتند ماه‌ها باز از بوی غلیظ در اینجا اذیت می‌کشند. سالش همو باشد می‌بیاد، بعضی بیگونی می‌بیاد، بعد از بیت بوی چی می‌بیاد؟ ندونم بوی چی وای. نسیم دوستماتوف مالک فرمه میگوید از بحث‌های زیاد در شبکه‌های اجتماعی خبر دارد و به زودی شرایط نگهداری خوک‌ها را بهتر خواهد کرد. به قول دوستماتوف ساختمان فرمه نو در تپه روخک ناحیه جبار رسولوف جریان دارد و قرار است تا یک ماه دیگر به پایان برسد. ما همین زن الان رو گفتگی هم تو میبینم همین دونی زنی میدارم میبرم میگم جا کم که جا دادگی نکی کم که چقدر کافته پاتم هم چیزای مشکلی الله سعتمی و گور پاتم. در تاجیکستان که اکثر ساکنانش مسلمان هستند از خوردن گوشت و روغن خوک پرهیز میکنند، هرچند شماره کمی افراد آن را برای تبابت از بیماری استفاده میبرند. نسیم دوستماتوف میگوید خریداران اساسی این نوع چاروا چینی ها هستند که در کارخانه های عظیم صنعتی کار میکنند. نظری نمایندگان کارخانه ها فعلا دسترس نیست، اما صدها کارگر چینی در شمال تاجیکستان حضور دارند. به اطلاع رسمی فرمه خوکپروری در دهمای تنها جایی نیست که این نوع چاروا را پرورش میکنند.